درود بر شما، هوری سلیمانی هستم. موضوع صحبت من امروز بررسی قضایی پرونده هایی هست که اداره مهاجرت یا اداره پناهندگی رد میکنه. خیلی وقتا تصمیمی که افسر میگیره بر اساس رویه انصاف که در تمام دادگاه های کانادا رایج هست تصمیم گیری نشده و به همین دلیل شخص میتونه نسبت به تصمیم گیری افسر اداره مهاجرت به فدرال کورت شکایت کنه. ما در اینجا هستیم برای اینکه بتونیم به شما کمک بکنیم و پرونده های شما را وکلای سازمان یونیک ایمیگریشن سرویسز به دادگاه ببرن و از حق شما دفاع کنن تا اگر مشکل ردی دارید برطرف بشه و بتونید وارد کانادا بشید، یا اگر حکم اخراج دریافت کردید حکمتون رو لغو بکنیم. ما در خدمت شما هستیم.